بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا گفت ای پروردگار من، چگونه من صاحب فرزندی خواهم شد در حالی که پیری به سر وقت من رسیده و زنم نازای است؟ خداوند فرمود به همین گونه خداوند هر آنچه را بخواهد می کند. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. زکریا گفت ای پروردگار من، برایم نشانه مقرر گردان. خداوند فرمود نشانه تو آن است که 3 روز با مردم حرف زدن نخواهی توانست مگر به اشارت، و پروردگارت را بسیار یاد کن و در شام و صبح به پاکی یاد کن. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. به یاد آور وقتی را که فرشتگان گفتند ای مریم، خداوند تو را برگزیده و تو را پاکیزه ساخته و تو را بر زنان جهانیان برگزیده است. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. ای مریم، پروردگارت را به اخلاص پرستش کن، سجده نما و با رکوع کنندگان رکوع کن. ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفر مریم وما كنت لديهم اذ یختصمون. این از خبرهای غیبی است که به تو وحی میکنیم و در آن وقتی که ایشان قلمهای خود را برای قرآن میانداختند تا معلوم شود که کدام یک ایشان متکفل تربیت مریم میشوند، تو نزد ایشان نبودی و هم در وقتی که آنها در زمینه با یکدیگر مناظره میکردند تو نزد ایشان نبودی.